درود بر شما دوستان خوبم. امروز میخوام با گوشت چرخ کرده، بادمجون، گوجه، پیاز و یک عدد تخم مرغ و ادویه های لازم یک کبابدیگی یا تهچین کبابدیگی خوشمزه براتون بذارم. میریم که این مواد رو رنده کنیم و با گوشت مخلوط کنیم. خب بادمجون و گوجه و پیازمون رنده شد، گوشت رو گذاشتم، تخم مرغم گذاشتم. حالا نمکش رو اضافه میکنم، پودر گشنیز اضافه میکنم، یکم زردچوبه، پودر سیر، فلفل سیاه و مقداری دارچین. خب حالا موادمون رو با هم مخلوط میکنیم. خب من کف مایتابه رو یه خورده چرب کردم، گوشتم رو پهن کردم، کف مایتابه به 4 قسمت تقسیم کردم و یکم آب نارنج به خاطر ملس شدن و رگ ترشی داشتن غذا بهش اضافه میکنم که خیلی خوشمزه تر میشه. زیرش رو روشن میکنم ملایم و یه دمی میذارم رو در مایتابه. خب دوستان خوبم، آب گوشتا چیده شد، من بر میگردونم و برنجی رو که چلوکش شده میریزم روی گوشت. آبکش کرده بودم، میریزم روی گوشت و میذارم دم. و اینم غذای آماده ما، کبابدیگی مخلوط و دورچین خوشمزه غذایی. جای شما خالی.